سلام دوستان عزیز و گرامی، من اومدم در این ویدیو دوستان بهتون آموزش گرفتن تمام بلاک های مخفی رو بهتون آموزش بدم و بهتون بگم که چجوری میشه ازش استفاده کرد. خب دوستان میایم سراغ بلاک اولی. خب دوستان هم اینجا رو میزنیم، میاد اینجا. نه اولش ببین، میایم تنظیمات ستینگ رو میزنیم. دوستان اینجا یک کلید داره، کلید، میایم پایین کلید، اینجا نوشته اکتیوات. این کلید خاموشه، اینو باید روشن کنیم. اینو روشن کردیم، این کامنت بلاک باید روشن بشه. ببینید این باید روشن بشه. خب دوستان برمیگردیم سر جامون. دوستان میایم اینجا می نویسیم /give @p command block /give @p command block. دوستان در حقیقت این میخونه کامنت بلاک. کاماند بلاک می نوشته میشه، کامنت بلاک خونده میشه. بعدی رو میزنیم. الان اون بلاکی که میخواستیم اومد دستمون، کامنت بلاک. خب دوستان با این چیکار میکنن؟ از اسمش پیداست. دوستان کامنت یعنی چی؟ دوستان کامنت یعنی نظرات و دستورات. منظور مثلا میایم اینجا اینو میذاریم، میایم توش. دوستان با این چیکار میکنن؟ مثلا اینجا می نویسیم /kill @a. دوستان اینو می نویسیم و ضرب رو میزنیم. دوستان اگه میخوام کلید رو روش بذاریم باید بشینیم. الان من اگه ننشینم کلید رو بذارم میاد توش. خب اگه میخوام کلید رو بذاریم باید بشینیم. الان من کلید رو گذاشتم. دوستان کلید رو اگه بزنم همه حیواناتی که دور بر کامنت بلاک هستن همشون میمیرن. دوستان اگه خودمونم رو سروایور کار بکنیم، بازی بکنیم، خودمونم کشته میشیم. البته دوستان یه کاری هم میتونیم بکنیم، میایم توش، اینجا رو کلیک میکنیم، این سومی رو میزنیم و برمیگردیم. دوستان الان کامنت بلاکمون بنفش شد. دوستان با این کامنت بلاک بنفش چی کار میکنن؟ اگه